داشتم کتاب لولو نمکی رو نگاه میکردم. خاص خردسال و همینطور قابلیت برای سنینی که توی دبستانم درس میخونن داره این کتاب. من این قصه رو خودم خیلی دوست دارم، البته تمام قصه ها رو دوست دارم. و این که میگن که نمیدونم کتابای من کارام مثل بچه هامه، من خب موافقم یه جورایی، چون واقعا اینا چیزاییه که از ذهن آدم میاد بیرون و تخیلاتیه که واقعا تخیلات مال کودکه، مال بزرگسال نیست. و داشتن این سبک فکر واقعا باید بچگی رو آدم احساس بکنه تا بدونه که تو ذهن یه بچه چی میگذره، تا بتونه اونا رو واقعا بیاره روی کاغذ و منعکس کنه و اون مطلوبیت خودش رو برای بچه پیدا کنه. زمان اونقدری نیست که من بخوام قصه رو بخونم. یه کتاب دیگه رو برداشتم، شرط شرط خرد خرد. تقابل در حقیقت دو تا فرهنگه به زبان کودکانه، چیزی که سنت و مدرنیته پل زده بین این دوتا توی این داستان. این هم قابلیت هم خردسالو داره و هم کودک دوره دبستانو. و من اکتفا میکنم به اینی که بگم ربط بین سنت و مدرنیته و اون پل ارتباطی که ممکنه بین این دو زده بشه، حالا با توجه به سوژه‌ای که توی این کتاب کار شده، واقعا کتاب‌هایی هستش که قابلیت خوندن رو داره. نه اینی که من چون نویسندش باشم بخوام تعریف کنم، چون کسایی که با کار من آشنان میدونن که من همینطوری قلم رو کاغذ هرگز نگذاشتم و هرگزم به فکر اینکه فقط اقتصادی کار کرده باشم نبودم و این رو خوشبختی خودم میدونم. کتاب دیگه من زرد چشمکی تولدت مبارک، که در حقیقت باید اینو بگم که هر سه تا کتاب یه جورایی آموزش دهنده هم هست، ضمن اینکه اون لذت قصه خوانی و شنیدن قصه رو داره، هم آموزش داره، هم لذت قصه خوانی داره و هم تنوعی که کودک خیلی قشنگ و خیلی راحت و ملموس میتونه مرتبط بشه با سوژه ها. و من برای چند تا بچه خوندم، هم قبل هم در فاصله دیروز تا امروز که این کتاب برای من آمد و اون نتیجه این رو که میخواستم بازخورد و باز گرفتم. امیدوارم که بچه های شما یا اینکه بچه هایی هم که میخونن همین لذت رو ببرن و حتما این کتاب ها رو تهیه کنن. ضمن اینکه کتاب ها در انتشارات مهری لندن چاپ شده با یک کیفیت فوق‌العاده عالی، تصویرگری‌های خیلی خوب و به هر حال کتابسازی‌های خیلی زیبا و دلچسب برای کودک که به جرئت میتونم بگم اگر این کتاب‌ها در ایران میخواست ارائه بشه، هر کدوم اینا، حالا من نمیدونم درسته یا نه ولی اشکال نداره، این رو میگم، اگر با این کیفیت و کاغذ و کل در مجموع میخواست چاپ بشه، من فکر میکنم کمتر از 400-450 به مخاطبش ارائه نمیشد و خب این برای مخاطبی که در ایران فوق‌العاده سنگین بود. و متشکرم از آقای هادی خجینیان عزیزم، نشر مهری، که واقعا با رعایت فوق‌العاده خوبی این کتاب ها رو منتشر کردن با قیمتی که واقعا من فکر نمی کردم با قیمت 180 بخواد ارائه بشه. ازشون متشکرم و امیدوارم که این همکاری ها بیشتر ادامه داشته